افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امروز من به شما از افسانه های خلق تاجیک افسانه زیبای دانک رو میخونم. افسانه دانک. یک بچه بود. یک روز یک دانک زردالو یافت و به مادرش نشان داده گفت: مادر جان، این دانک رو شکسته میخورم. مادرش مصلحت داد: نشکنو، برده به زمین شینان پسر جانم، پرورش کن، درختی کلان می شود، میوه می کند، بعد حضور کرده خورده می گردی. بهرام خوب گفته دانک را برده شینانده آب داد و گفت: ای دانک، اگر تا آمدن من نه سبزی کافته می گیرمت، شکسته می خورم. چند وقت گذشت و آمده دید که دانک سبزیده است و نهال شده است. نهال را دید و پیش مادرش آمده گفت: مادر جان، دانک نهال شده است. نهال را کنده چلک و لاف میکنم، بازی میکنم. پسر جانم نکن، گفت مادر. آب ده، نهال درخت میشود، درخت میوه میکند. بهرام آمده نهال را آب داد و گفت: ای نهالک، اگر تا آمدن من درخت نشوی، ریشک کن میکنم، فهمیدی؟ چند وقت گذشت و بهرام آمده دید که نهال درختی کلان و سیرشاخ شده است. درخت را آب داده گفت: ای درخت، اگر تا آمدن من غرق میوه نشوی، افتانده هیزم میکنم و به خانه میبرم، مادرم میسزد. فهمیدی؟ باز چند وقت گذشت و بهرام گشته آمد که درخت غرق میوه شده است. خرسند شده به بالای درخت برآمد و خورده شیشت. همین وقت یک البستی خود را به شکل کمپیر کور در آورد و به کتفش خلطه، به دستش عصا گرفته به تک درخت آمد. به تک درخت آمده فکر کرد: این بچه را نیست کرده، درختش را صاحب می شوم و میوهش را خورده می گردم. البستی همیخل فکر کرد و به بهرام گفت: پسر جان، از راه دور آمدم، حلقم قاق شد، کمتر زردالو ده خورم. بچه زردالو چیده به پیش کمپیر پرتافته گفت: انا بچه جان، گیرد خورد. آی بچه، گفت کمپیر، من یک پیرزنی عاجز، چشمانم نمیبیند، خودت فرامده به دستم ندهی؟ آخر من زردال را یافته نمیتوانم که. بچه از درخت فرامده زردالوها را چیده به کمپیر دراز کرده بود که البستی از دست او داشته گرفت و به خلطش انداخته به کتفش پرتافته رفت. البستی به حولیش رسیده خلطه را یک سو ماند و به دیگ روغن انداخته علو کرد. وی علو کرده شیشته بود که بچه خلطه را شکاف کرده بیرون شد و تاخته رفته به بالای سفیدار برآمد.
کمپیر اومده به خالتا نگاه کرده، دید که بچه نیست. این طرف رو کفت، اون طرف رو کفت، بچه رو در هیچ جا نیافت. ای پسر جان، کجا رفتی؟ پرسید کمپیر. بچه از بالای سفیدار گفت من در اینجا. اوه پسر جان، ما اونجا چه خیلی پر آمدی؟ بیل آهنین را تفساندم، برویش سوار شدم، بیل بالا پرید، خود را در بالای درخت دیدم. جواب داد بچه. کمپیر بیل آهنین را تسفانده برایش سوار شده بود که سوخت و به یک بارگی جان به جبار سپرد، یعنی مرد. بچه با چنین تدبیر هم خودش هم درختش را از البستی خلاص کرد و شاد و خرم زردالو خورده زندگی کرده گشت. انا نبیره های بابا، این بود افسانه دانت. شما هم به مانند این پسر بچه زیرک و دانا باشید. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. شب بخیر. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام